عزیزم، امیدوارم که روز گرم تابستونیتون بخیر باشه. اینجا رامدشت رودسر، این دانشگاه پیامبر پول هم اینجاست. این ساحلش هم اینجا قشنگ. امروز یک شنبه 5 مرداد ماه ساعت 11:08 میخوایم بریم یه رانندگی و گردش تو رودسر رو بگیریم. امروز اومدم یک شنبه بازار رو گرفتم. رانندگی تو رودسر رو بکنم 2 سال پیش گرفتم. اون موقع صحبت نمی کردم، توضیحات نداشت. دیگه امروز قراره ولاگ جدید کنیم با کیفیت بالاتر، با توضیحات، بریم حالش رو ببریم. اینجا هم که اول ورودی شهر رودسر، این دسته چپ میره کمربندی. ما میخوایم بریم داخل شهر. یه ولاگ هم آماده ارسال داریم مربوط به رانندگی از رامسر تا لاهیجان. اونم از داخل شهر رفتیم، از کمربندی خیلی فیلم گرفتیم. داخل شهر توضیحات میخوایم بریم تا خیابون فرعیش و تخصصی. الکی مثلا من رودسر رو بلدم. امروز یک شنبه بازاره، یه خورده شلوغ هم هست. سعی میکنیم یه خورده با حوصله بیشتر. این سر نبشش یه بستنی تبریز بود کنم، اگه دیدین شیرینی سر تبریز بستنی های خوشمزه ای داره. اگه اهل این برا هستین توصیه میکنم نرین اینجا، چون ما یه بار اومدیم بستنی بخوریم، خاله، دایی، عمه دیگه همه رو ما دیدیم دیگه. یه بستنی 10,000 تومانی برای ما هلوش 150 تومن در اومد. خلاصه اینکه اینجا آشنا اگه هستین برا نیایید، بهتون توصیه نمیکنم. اینجا هم که میبینین خیابونای رودسره. یه پل اول داره بهش میگم پل کنم شرقی، بعد پل غربی. اینجوری 2 تا پل دارن، تقسیم بندی کردن. من از ادمیناش شنیدم و پیجای رودسر میذارن. اینجا یه خورده با احتیاط هم رانندگی کنین. اینم پلیس فتاه همینجا. رودسر شهرستانش خیلی بزرگه، از اون ور تا پلیسای چابکسره، از اون ورم تا شلمان دیگه. اشکبرات و چابکسر، کلاچا، اینا همه جزو شهرستان رودسرن. به قول چی الکی وسعت داره، امکاناتش خیلی کمه متاسفانه، چون شهرهای آخر استان همیشه از نظر امکانات فقیرن. پلاک اینجا هم 56 ساته و 76 قاف. اینجا داخل شهر هم پامبنزین داره، تو کمربندی هم پامبنزین داره، نگران نباشه. خیابان فلسطین نوشته. این پل قاعدتا باید شرقی باشه چون دست راست ما دریاست. ما 2 تا خیابونای اصلی رو میریم. دم کونو ما نزن تو. سرعتی اومد. اینجا دکتر صدیقیه، ما بچه بودیم اینجا میومد. درمانگاه زیاد داره. این هم پمپ داخل شهره. چرا خلوته؟ عجب. از رودسر ما ولاگ زیاد گذاشتیم، هم از بازارش گذاشتیم، هم از قدم زدن شبانه. این بازار ماهی فروشانش خیلی باحاله، همه روز بازاره. در اون فصل صید نیست، ولی فصل صید خیلی اینجا شلوغه. اینجا یه کارخونه چاییه، قیافش میخوره چه نوستالژی هم. دست راست ما کارخونه چایی. از اشکبرات رودسر گذاشتیم براتون، از بازار مختلف کلاچایی گذاشتیم، از رحیم آباد گذاشتیم، هم یک شنبه بازارش خیلی ولاگ گذاشتیم، حالا هوای عید رو گذاشتیم و دریاشو گذاشتیم. الان ما دیگه تا آخر دریا نمیریم، قبلا ولاگشو گذاشتیم. اگه دوست داشتین نگاه کنیم پلیلیست شهر رودسر میتونین نگاه کنید. دیگه کوچی گذاشتیم.
خیلی گذاشتیم. از اینجا تا میدون رو من ترافیک میبینم، به قول چیزا هچی ترافیک علیکی داره دور میزنه، این هم دوب پارک کرده نه دوبلم نیست، واسه خیابونه. بعد دیگه چی میخواستم بگم، ساحل رودسر ساحل قشنگی داره. ساحل ماسه جمعام خیلی شلوغه، از شهرهای اطراف میان، در دریا داره، سالم سازی دریا میان اونجا برای شنا. سوغاتی رودسرم چای و مرکبات و برنج و شیرینی خواستم فکر کنم داره، مال لایجان یک کلوچه خاصی داره فکر کنم مال اینجا. نان تمیجان هست دیگه. این شهرهای شرق گیلان کلاچای من ندیدم با چابکسر ها. این رودسر از اینا یه دونه خوراکی دارن، ماست یخی کنار دریا مخصوصا داری میرون، من دیدم تابلو میزنه، مثلا تو هم یک شنبه بازار یارو برده بود ماست محلی مثل یخ در بهش میذارن یخ بزنه با دلار مثلا با قاشق میخورم، خیلی یه طعم باحالی داره، تجربه باحالیه. دوست داشتین این بار امتحان کنین. این مرغ فروشی دیدم، یاد یه جمله افتادم، میگفت فقط تو ایرانه که برای حمایت از حیوانات مرغ رو میپزن میدن سگ بخورن. جالب. راجع به قیمت‌های بازارم، قیمت‌های سیب زمینی پیاز چون مصرف روزانه دارن زیاد نبود چیز باشه، مثلا 50 تومن بود سیب زمینی مثلا تا اردیبهشت ماه، الان شده 40 تومن. سیب زمینی، گوجه، خیار زیاد ارزون‌تر هم شده، ولی میوه‌های دیگه گرونه، مثلا کیلویی 100 تومن، بین 80 تا 100 تومن مثلا هستش، قبلا اینقدر نبود. یا مثلا من دیروز رفتم قهوه خونه چای خوردم، چایی که 7000 تومن بود دیروز بود 10000 تومن. گفتم چرا؟ گفت قند گرون شده. قند فکر کنم گفت از 46 تومن شده نزدیک 80 تومن یا 56 تومن شده 80 تومن. کرایه ماشینا معمولا اول سال یه بار گرون میشه، ولی امسال نصف سال هم نگذشته دوباره گرون شده، یه 20% دوباره گرون شده. مثلا کرایه چیزو من دیدم، من خودم ماشین دارم معمولا نمی‌کنم استاپ میگه، حالا خطی نمیدم، ولی مثلا شفت شده 45000 تومان. نمی‌شد که حق ما که خودمون رو با آب میشستیم، آب میشوریم این نیست. هم خانه بهداشت، آموزشگاه بهداشت قشنگ ساختمون قدیمیه، ولی وقت منو رنگم نزد. با مامان بزرگ من خونهشون رحیم آباده. بعد بچه بودیم، قبلا توضیح دادم، بچه بودیم مثلا میگفت میخوام بریم رودسر. ما تو ذهنمون رودسر یه شهری مثل رشت مثلا تهران بود که اینا میخوام برن رودسر. الان مثلا باز خیلی بزرگ شد. قبلا ما اومدیم خیلی کوچیک‌تر، پاساژی بود فقط، کاره‌داری و فرمانداری و نمیدونم بخشداری و کار داشتن. کاره‌داری چی داشته باز مجبور شدم میام رودسر. مثلا بیمارستان فقط اینجا داره، بیمارستان شهید انصاری. از این ولاگ ما تصمیم گرفتیم صدا رو بهتر کنیم. ببخشید که تلاش کردیم نشد، ولی مثلا 2-3 بار ما اومدیم با گوشی ضبط کردیم صدا رو، رفتیم اونجا دیدیم گوشی نصفش رو ضبط نکرده، نمیدونم وسط کار مجبور شدیم مثلا باتری رو عوض کنیم، یادم رفت
گوشی رو قطع کنیم. یه جوری مدیریت این دوتا که چون ربطی به هم زیاد ندارن خود سخته. بعد سین کردنشون با هم صدا شبیه تو همون میشد. یه به هر حال یه روشی ما پیدا کردیم مشکل رو حل کنیم. ان شاءالله که از این بلاگ هم صدا خوب باشه، شما راضی باشید. این دست چپ ما الان یک شنبه بازاره. متاسفانه یکی بخواد پروبازی در بیاره من کلم نمیگیره. اینجا بمون راه بگیر دیگه. اون بچه زرنگ عالم میان اونجا درجا گاز میدن میان. میبینین ترافیک همش به خاطر دور زدنه اینجا الکی. من جلوی ما اینجا رو دور کنم مسافر. اینم میدون اصلی شهر جلوی ما، میدون شهرداری. این اسم دیگه با داشت ساختمون شهرداری و اینو اینجاست. جز آثار باستانی هم هست. کنه مال دوره پهلویه اشتباه نکنم. این میدون دست چپش میخوره به کمربندی، دست راستش میخوره پارک ملت و اینا. ما این دست راست رو میریم بعد برمیگردیم یه دور دوباره میزنیم. اینجا ولاگ گردش شبانه گذاشتیم، ولاگ قدم زدن روزانه گذاشتیم. تو پلیلیست شهر رودسر میتونیم ببینیم. این خیابونش که اسمشو نمیدونم. اینجا یه پارکی تازه افتتاح شده، پیاده رو و سنگ فرشی ایناست. من خودم نیومدم. ادمینای پیجا گذاشتن یه چیزی مثل دور سخت لایجا به چیز شهرسوار چقدر ماشین چی میخوام برگردم. این برای موتوری مهم نیست سالم برسه یا نه، ما فقط رد شه. وایساد ما نزدیک اومدیم برای تو خیابون. خیابونش اسمشو من نفهمیدم. اون پارک ملت شو من خوندم برد. چقدر اینجا تغییر کرده. الکی مثلا من خیلی مونده. اینجا شاید من پیاده با پسرخاله اومده باشم یا مثلا شاید گذری اومده باشم، چیزی تو ذهنم نیست. شهرهای کوچیک مثل شرق گیلان، مثلا چابکسر و اینا، این بولوار دور میزنیم سلامتی بچه رودسر دور میزنیم برمیگردیم. بعد گرمه بازار رفتم خیلی عرق شدم. مزار شهدای گمراه روشون شاد باشه. اینجا رو دور میزنیم. شیرم داره. این شهرهای کوچیک مثل همین کلاچای، رودسر، لنگرود اینا غروب خیلی تعطیل میشه. خیابونه که اومدیم ما اینو بریم ببینیم چه خبره. این پیاده روی اینجاست، میشه پیاده روی ملت. ببینم قشنگ بعد میرفتیم ترافیک گیر میکردیم به لحاظ توفیق اجباری این برم بگیریم. این خیابونی اسمشو نمیدونم ولی میخوره به خیابون
که به بیمارستان انصاری نوشته بود، طرف بیمارستان انصاری. ما اینجا عروسی میمونه، یه تالار این برای بود باشه، ذهنم اومد تالار عروسی. داشتم میگفتم شهرهای کوچیک متاسفانه این غروب زود تعطیل میشه، یعنی شما 8 به بعد، زمستون حالا بدتر. دیگه خبری نیست تعطیل شهر. شهرهایی مثل لاهیجان اکثر جاها مثلا تا 11 اینا دوره استخدام تا 3-4 صبح میری اونجا، هم ساندویچی ها بازن، هم فسفودی ها بازن، هم دوره استخدام میری دور میزن. ما که نمیدونیم کجا میریم، فقط میدونم مستقیم. خیلی گرمه، زده ماشین 32 درجه رو، دایی 32 درجه نیست، 50 درجه هم نیست، ولی خوب گرم. اینجا باید تصمیم بگیریم یه طرفی بریم، این خیابون رو میریم. ماشین زیاد میاد. شهرکی داره رجایی کنم، یه چیزی باید باشه این برای درست کنم. این طرف میره طرف دریا، دستان ما. اون خیابونی که مد نظرمه نمیاد. این دوتا شهرک معروف داره اینجا دیگه. لایف استایل ما شده شبیه رقص کردی، یه قدم میریم جلو، چند قدم میاییم عقب. چقدر پیشرفت داشته، آسفالتاش اینجا خوبه. معمولا جایی که تو شهر اینجا خلوت آسفالت هم خوبه، شبا مردمش آسایش نرن، این موتوری ها ماشینی ها کورس میذارن، گاز میدن. معمولا متاسفانه این کاردانش زینب نوشته، زینب. ما چون تو شمال زندگی میکنیم زیاد به این شکل و شمایل ساختمونا دقت نمیکنیم. میذاری دوستانی که خارج زندگی میکنن قشنگ دقت میکنن، تحلیل میکنن که مثلا نظم خاصی نیست، هر کی واسه خودش هر جور میخواد میسازه، جلوی خونش یه جوریه. اول گفتم اینم شاید برای شما هم جالب باشه. این اون خیابون اصلی هست، خیابونی که میخوره بیمارستان شهید انصاری. ما میریم طرف دریا، حالا نه طرف دریا سمتش میریم، دور میزنیم. شهرک اسمش یادم رفت، الان دور میزنیم تا اسمش مشخص. این جزء خیابانه اصلیه ها. این بیمارستان شهید انصاریه. طرح سالم سازی دریا همین انتهایه. این بیمارستان شهید انصاری. ما اینجا کارآموزی می‌اومدیم. اوضاعش واقعا داغونه. مثلا فشار سنج بچه‌های فلسطینی بودن، مثلا فشار سنج چند تا بخش یه فشار سنج داشت، مثلا مجبور شدن فشار سنج از بخش‌های دیگه بیارن بتونه استفاده در این حد. خواستین ولاگ همون
ساحل رودسر نگاه کنید، تو پلیلیست شهر چیز هست، رودسر هست. همین سمتی پیاده رفتی کنار ساحل، اگه اشتباه نکنم جمعه باید باشه، اگه اشتباه نکنم. خیلی شلوغ میشه اینجا، اصلا قیامت جا پارک پیدا نمیشه. اینم ساحل رودسر، آنجا دور میزنیم جاده رو برمیگردیم. الان کم شلوغ نیست، دریا کثیفه. اگه خواستین شنا کنین توصیف کنم برید سیاکلورودی طرف اشکبراتی. من خودم دریا رو نمیپسندم، کثیفه، حال آدم به هم میخوره. خونده بودم میگه تو سنی که شما الان با دوست پسرتون میرین شمال، ما برای خانواده گریه میکردیم که به ما رضایتنامه رایان نور و شلمچه رو بدن. اما بیمارستان موردایی میبینیم یارو 18 19 ساله 17 ساله با دوست پسرش با میشه میاد شمال. آخر الزمان. آبدینی، میدان شهید قدرتی. این خونه خاله ما همینجاست. این رودسر رو اینقدر هم چیز نیست، ناوارد نیست. دانشگاه آزاد اسم شهرکی رو یه تابلو نداره، پشت درخت قایم شده. سازمان اوقاف اینجاست، دبیرستان پسران شهید بهشتی، حوزه خواهران. مطلب دکتر نوشته بود، یاد یه جمله دیگه افتادم، نوشته بود که دکتر که ساعت 5 میاد، چرا منشی از ساعت 3 نوبت میده؟ بیکاریم ما مگه؟ اینجا مثل که راهنما روز نیومده، فرهنگ استفاده راهنما روز روزونو در شده، فرمان رو میگیریم. من تابلو نمیدونم شهرکی داشته باشم، چجوری اینجا گوشی هم عادت ندارم دستم بگیرم. این دو سه شهرک معروفه دیگه. برنجام داره زرد میشه، اینقدر گرم آدم زرد میشه. برنج که بمونه. برقم تقریبا یه روز در میان روزی 4 ساعت میره، یه روز 2 ساعت میره، روز 4 ساعت. میرسیم به این میدونی، الان میدون دوباره ما همین خیابون رو برمیگردیم. چرا سبزم گذاشتم. میدون به میدون سپاه معروفه، ولی اسمش چیز دیگه است. آیت اللهی هست. میدون سپاه معروفه. این خیابون دیدی؟ این خیابون میخوره به کلا شهر دور میشه. اگه خود ما این دریا ترافیک گیر کردیم میتونی از این فریا کمک بگیرین. ترافیک دور بزنید. ما تو چراغ قرمزیم، تو چراغ سبزیم. چجوری؟
چراغش کجا بود؟ کجا بود؟ نفهمیدم ایستش کجا؟ این برم راه داره. اگه اومد اینجا ترافیک بود معمولا غروب دریا میخوایم برین گیر میکنه، این از این ور میزنیم دقیقاً اون بره از روی کروندی در میاد. ما یه بار اومدیم گوگل مپ رو زدیم اینجا اصلا بعد از ظهر غروبای جمعه قیامت اصلا تو ماشین بکن میخوره اینجا. خیابوناش متاسفانه تنگه میبینیم. وقتی بیمارستانش خیلی باید جایی ساختن اصلا واقعا میگم شما هر جور مریض چیز میشه باید بگیم مسیر تنگ و ترافیکی رو ناخن پشتش گاز کنم. واقعا بیمارستانش باید جایی تایی گوشه شهر. یه درسی داشتیم تو دانشگاه فکر کنم راجع به پزشکی اسلامی همچه چیزی بایدی بود اسمش. اسم اون شخصیتش هم بیاد میگم ابو ریحان بود کی بود که از این حکیما بود. گفت برای اینکه ابن سینا بود اگه اشتباه نکنم، گفت برای اینکه بیمارستان افتتاح کنه چند تا گوشت رو میگرفت چند قطعه میکرد جای مختلف شهر میذاشت، اونجایی که دیرتر فاسد میشد اونجا رو بیمارستان اون بیمارستان که نه درمانگاه مثلا با اونجا مثلا میزان میکروبش اینا تصفیه کنه. الان باید بررسی کنیم اونجوری میکروبی نه و ببینید دسترسی کجا نزدیک کروندی باشه راحت‌تره دیگه. اون پای شهر باز اینجا رو خوب رد کردیم انتظار بیشتر میشه. این میدون ساعت میدون سپاه اسم دیگه هم داره از من بخونم. دست راست میری کروندی، دست چپ که میری مرکز شهر. ما بریم مرکز شهر دوباره دور میزنیم از این ور شهر خالی میشیم. میگم بریم تو شهر بگیریم. بهتون قول دادم. طالقانی، آیت الله طالقانی. اسما نمیدونم چرا یادم میره. اینجا هم خیابون اصلی دیگه، الان میخوره به شهرداری. ادارات و بانک، ادارات که این مغازه‌های اصلی و بزرگ و بانک ملی و اینا همین بانک‌های اصلی همه تو همین خیابون. خدا پدر مادر مخترع کوله رو بیامرزه یادی کنیم ازش. اونجا خیس حرام این چه مام بزرگ یعنی مامانم اینه میخوام بگم مثلا گرمه میگه دود میکنه واقعا بیرون دود میکنه. این شمال شرجیه. حالا مثلا بندر عباس مثلا ما خدمت بودیم بندر عباس نمیدونم رفتین یا نه یا تجربه زندگی داشتین اون شبا خیلی شرجیه یعنی یه جوری مه میفته در اون حد نیست ولی به هر حال ما پوستمون ضعیفه. این دست راست بازار ماهی فروشانه، دست چپ هم ادامه اون بازارچه است. حالا ماینا ندارم ولی این بازارچه همه روز است. بازار همه روزه.
دیگه پلاکا رو یاد بگیریم. من 89 مال قزوینه. 1% واسه اطلاعات عمومی، 99% که به اون شهر فوش بدیم دیگه. یعنی جماعت شما پلاک واسه اطلاعات عمومی یاد نمی‌گیره. چرا این همه قدم می چیز میزنم، کت واکینگ میکنم. برو دیگه سریع این برو نگاه میکنم اون برو نگاه میکنم. میبینی همه دور پارک کردن، میبینی انتظامی رانندگی نداریم. این ما بریم اون برای خط قیمت نیم. این هم میدون شهرداری و ساختمون کنم کلانتریه اشتباه نکنم. ما این دست راست یه دور میزنیم برمیگردیم همین خیابون رو خارج از شهر. مستقیم میخوره به کمربندی. پارک مسافر که میگن این سر کمربندیه. این خوبی این یک شنبه بازار نسبت به بازار دیگه تقریبا بازار دیگه رو من ندیدم یا حضور ذهن ندارم به جز رستم آباد و اینا. اونم باز داخل شهر. این تو کمربندی راه داره، خیلی باحاله. مثلا شما میتونید ماشین تو کمربندی پارک کنین، راه یه خورده عقب‌تر هم چیزی هم هست و فاصله میگیره. خب ما میتونیم تو کمربندی داخل شهر نیاز نیست. ماشین رو پارک می‌کنیم می‌خریم. آشغال فندق هم گرفته. فندق امروز کیلو 160 تومن بود. فندق اشکال آدم داره میاد. بود میگم موتوری فقط رد بشه باشه، مهم نیست زنده باشه، فقط رد بشه. این دست راست ما الان پارک مسافره. دست چپ ما یک شنبه بازار بود که این موتوری حواسمون رو پرت میاد. ما اینو دور میزنیم میایم از اون ور شهر خارج شیم. اینم که کمربندی میدونش اسمش نمیدونم شهدای چیه بودسر نوشته بومنام بکنم باید باشه. این سر ما معموره. راه معمور رو بودیم. خانم گوشی دستشو داره پیام میده. کلش تو گوشی پایین و آینه معلوم. یک شنبه از 3 راه داره. یکی از اون کمربندیه، یکی هم از همینجاست. الان جلوتر میریم بهتون میگم. یکم که از اون سمت اول داشتیم میومدیم بهتون نشون دادم. اون سمتی که اول اون خیابون اصلیه خانمای محصولات محلی میفروشن، اون سمت که خواستیم بیاین. یعنی دنا پلاسه کجا داره میره از اون بر میتونیم اونجا ماشین میتونیم پارک کنیم. الان جا پارک نیست. بهتر بیاین جا پارک. این دست راست ما الان یک شنبه بازار بود. تلاش نکنیم بیاین اینجا ماشین رو پارک کنیم. اصلا اونجا جا پارک زنی نمیدونم کجا میخواد بره. میشه اون رد نمیشه. بسیج 72 تن بود خیابونه، گفتم اسمشو نمیدونم. شهرک شهید انصاری بود. خیابون معلم بکنم من ما این دست چی میکنیم؟ رو میزنیم. این روبروی ما نوشته نیرو انتظامی رودسر نوراد و چنجب.
این یکی ساختمونه تابلوشو بخونم تابلو نداره خدا رو شکر. گوشی پیام میده چرا اون ترافیک نشد نواجه بیابونو که توضیحاتشو دادم. دخترها وقتی ناراحت میشن مکانیزم باشه رو فعال میکنن. باش چی میگی باش. یه ما به قول چی جیویشتیم، به قول رشتی ها در رفتیم. بیا تو دهن ما. بود اینجا یه خود راه داره، رنگ رود میری یارو پارک میکنه، اصلا یه جور بدبختی از اون خیابون میخوای در بری بلا که وسط روز رو فکر نکنم بالا براتون گذاشته باشم یا شما دیده باشید. اونجا بولوار هم زدن، یه وسط هم این خط نداره که یه خطیه میتونی بری اونور رد کنی. اونجا بولوار داره، هیچ کار نمیتونی بکنی، بعد باید دعا کنی. اینم که سمت چیز اون دست راستمون هم که الان اومدیم بیمارستان شهید انصاری و یعنی این پل غربی میشه. امیدوارم که از ولاگ ما لذت برده باشین. ببخشید به حال ما همه شهرها کف دست بلد نیستیم، تا جایی که بلدیم و توضیح میدیم، تابلو میخونیم. هدف ماجی خیال محلی گرفته. من خیال محلی یعنی کیلو 40-50 تومن ارزان شد. اول اومده بود 120 تومن بود، 100 تومن شد، 80 تومن بود، الان دیگه تقریبا آخراشه کیلو 40-50 تومن. هدف اینه که ثبت خاطرات بشه برای دوستانی که نیستن ایران، رفع دلتنگی بشه. یه سری دوستان عرب میان اینجا کامنت میذارن، ما اینجا ولاگو برای دوستان فارسی زبانمون میگیریم، دوستانی که اونا هم نگاه کنن، ما که چیز نیستیم ولی اصل چیز ما همونا نگاه کنن، ایده برای اوناست. وسط یه پولی هم رد و بدل میشه ولی خدایش هدفمون برای دوستان رفع دلتنگی شونه. تو این گرما و مسافت راه از اینجا تا رشت فکر کنم 90 کیلومتر باید باشه، 90 تا 100 کیلومتر. بهش دوستان میاییم واقعا. ولاگای رانندگی هم نگاه کنید ویوش زیاد نیست، خیلی کم ویو میخوره، به حال برای یادگاری دوستان بمونه. الان یه آقایی هست ما سال 84 اینا رو میذاره فیلم برداری اینا، جالبه. مثلا میگیم چه بوده، اینا همونه. حالا من نمیدونم شما چه سالی هستی، شما دارین ویدیو رو نگاه میکنید، ما زنده ایم نیستیم. امیدوارم که لذت ببری از این ویدیو. یه امکاناتی بوده که تو این سال تو این موقعیت من تونستم فراهم کنم برای شما. امیدوارم یادگاری خوبی باشه. اینجا هم که جاده رودسر به شلمان کمربندی شروع شد. امیدوارم که لذت برده باشید واقعا. این دور برگردون هم سمت چابکسر میره. لایک و کامنت و حمایت هم فراموش نشه. اگه تا اینجا دیدید یه قلب سبز هم به ما بذارید. دستتون در نکنه.